با عرض احترام مجدد خداوند جل جلاله را شکر میکنیم که باز هم در خدمت وطن و وطندارای خود هستیم. موضوع مهم فعلا در افغانستان موضوع انتخابات است. شما دیدین که یک تعداد کثیری از برادرها در افغانستان یک جا شده بودن و اونا به اصطلاح اتحاد خود اعلان کردن یا کردن. ما میگم برادرها، کسایی که شما امتحانات دادین بیا لحاظ خدا پیسه‌دار هم هستین، قدرت هم تیر کردین یا کردین با اون کمی افغانستان از میالتش برای یک غریب و غربه و بیوه و یتیم و می امتیازی که پاکستان از ما میگیره، شرایط داخلی ما و می به اتفاقی ما امی پاکستان بزنیم و می خاکای خودم بگیریم، بنادر خودم بگیریم، افغانستان باز هم سردار منطقه شوه. باز هم موضوع انتخابات کم گپ میزنیم و دیگه ای که ما برادر عزیزم قاسم جان تری ندارم که در حرکت دکتر سفیرت هستن، اونا یک باز موضوعات تشریح میدن با شما و ما میخوایم کنار دلاین بیارم. السلام علیکم ترین صاحب محترم، شما دلاین هستین، بفرمایید صاحب. متین صاحب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما اولتر از همه سلام و احترامات خود برای شما و برای تمام بینندای شما، هموطنان نهایت عزیز خود و همچنان کارکنان تلویزیون پیام افغان از صمیم قلب ما تقدیم میکنم. زنده باشین صاحب. و همچنان از لطف و مهربانی شما متین صاحب که مرا وقت دادین که درباره حرکت وحدت و آزادی افغانستان معلومات بتم، جهان سپاس است. خواهش میکنم. پیش از این که ما با او شروع کنم آغاز کنم، ما میخوایم که یک چیز هر ناگفته باید نمانه که امی حرکت شما، امی دورنت جرگه نه تنها که یک جنبه ملی بلکه یک جنبه اقتصادی هم داره. بله. ما گرچه دوستا و عزیزایی که مشنون و اطلاع کامل از تاریخ افغانستان دارن که در 500 بی سی، یعنی مقصدم 500 سال پیش از کرایست، امی خط ابریشم یا سلک رود که امروز ما یاد میکنیم ای آغاز شد به خاطر مرکز تجارتی دنیا در وقت در افغانستان یا در بلخ بود. بله. که این سلک رود از امی سال 500 بی سی تا قرن 14 ای ادامه یافت تا وقتی که مرچند یا امی تجارا پیدا کردن رای بهتر از رای بحری و اونا شروع کردن که امی رای بحری را بهتر دانستن نسبت به سلک رود. بله. خب البته این به خاطر از این من را یاد میکنم که امروز ما افغانستان از نگاه منبع طبیعی خود یا به حساب منرال افغانستان، قسمی که همه خبر داره بین 3 تا 6 تریلیون دلار امروز منرال افغانستان است که اگر ما بتانیم از طریق همین رای بحری ای را برای جهان، مارکت جهان یعنی گلوبال مارکت ماهی را برسانیم، همین افغانستان یکی از ممالکای یا مملکت غنیترین مملکت امو ریجن یا امو منطقه میشه و خواهد شد. بالکل صاحب. من خواستم امیر با حضور شما هم عرض کنم که همین موضوع جنبه اقتصادی هزی هم بسیار رول مهم برای مردم بیچاره افغانستان داره. بله. و همچنان گرچه شما همه یا تعداد مردم نجیب افغانستان درباره حرکت وحدت و آزادی افغانستان اطلاع دارن و همچنان میخواستم که و یک تعداد دیگه که هنوز هم معلومات نداشته باشن خواستیم که یک کمی درباره ازی روشنی بندازیم که حرکت وحدت و آزادی افغانستان یک حرکت مردمی است. بله. حرکتی است که از خود افغانستان آغاز شد، از جوانای افغانستان شروع شد، از مردم افغانستان آغاز شد. البته این با رهبری محترم پروفسور آقای سیرت، این که البته یک دانشمند هم سیاسی و هم مذهبی هست و اسکالری هست که ما احترام خاص برش داریم، در موضوعات حرکت وحدت و آزادی افغانستان به خاطر یک دولت موقتی
که ما بتانیم البته مردم بیچاره افغانستان اما ذهنیتشان آماده بسازیم برای انتخابات شفاف. چرا همه امروز در سراسر دنیا از نگاه میدیا شما میشنوید، از نگاه مردم شما میشنوید، همه میگویند که این انتخابات شاید شفافیت نداشته باشه و ما متيقن هستیم که نداره. به خاطر از اینکه شما به این فکر باشین که اگر افغانستان یک مریض باشه و این از یک پروسیجر یا از یک آپریشن برای این به یک انسنتیو کیر یا ICU باید باشه که هی به یک حالت نرمال آمده بارزو در حرکت بفته. امروز ما این بیچاره افغانستان که سالهای سال در جنگ بوده و راستن از جنگ میخیزانیم و ایره بر حرکت میاریم، این در اینجا فکر میکنم که کار درسته نخواهد بود. بله. ما البته همین حرکت وحدت و آزادی افغانستان به این عقیده هست که اگر ما بتانیم این یک دولت موقتی که او البته از طرف خود مردم افغانستان، از طرف اینترنشنال کمیونیتی، ملل متحد، کنفرانس اسلامی جهانی، اینا با هم بشینن و ببینن که این نیست که ما برخلاف قانون اساسی افغانستان گپ میزنیم. قانون اساسی افغانستان شما یک طرف بانین، فقط بعد از ختم شدن آقای کرزی و ادمنستریشنش ما ایراد یعنی پیشنهاد میکنیم که همیره از امون تاریخ به بعد به یک دولت موقتی تشکیل بتن. بعد از دولت موقتی اونا بتانن که مردم بیچاره افغانستان خودشان حقوق خود باید بفهمن که افغانستان یا دولت برای مردم و مردم برای دولت مسئولیت چی داره. تا اونا بتانن که خودشان به دست خود بتانن که امی زعیم یا رئیس جمهوری افغانستان تعیین کنن. بله. یکی. دوم از این که ما در موضوعات شفافیت صحبت میکنیم، ما خصوصا امی حرکت وحدت و آزادی افغانستان در تاریخ دنیا این باید ما کاملا واضح بگوییم برای مردم نجیب افغانستان و چی که در داخل افغانستان باشن و یا در خارج افغانستان، در تاریخ افغانستان امروز ما یک گروپ فشاره که با مقابل آفیشال های دنیا که از او جمله ملل متحد باشه یا امریکا باشه متابله نداشتیم. بله. امروز امی حرکت وحدت و آزادی افغانستان رسما خود راجستر امی کار یک حرکت یک گروپ فشار یا لابیست که وجود داره و همچنان به حساب یک پولیتیکال ادوکسی خود راجستر رسمی کردن که ما دروازه یا امی بغل خود بروی تمام مردم نجیب افغانستان واز میکنیم که بیاین از این موقع استفاده کنن. بیاین مثلا به مقابل امی آفیشلا صدای مبارک خود بکشن. همین صدای یک جویی مردم بیچاره افغانستان باید از دیوارای زخیم وایت هاوس هم باید تیر شود. باید همه مردم باید بفهمه که مردم افغانستان امروز چی میخواین. مردم افغانستان خودشان میتونن که با آینده خود تصمیم بگیرن و این را البته ما باید زمینه را برشان مساعد بسازیم. باید اینا را از نگاه ایژوکیشن باید ایژوکیت شون، ذهنیتشان اینا آماده شود و این یک مدت کوتاه کار داره. البته این مدت کوتاه کار داشتنش اینمی دولت موقتیه که ما سجست میکنیم یا حرکت وحدت و آزادی افغانستان سجست میکنه بهترین راهی هزی است. ما هیچ وقت نگفتیم که ما به مقابل خدای ناخواسته هیچ کسی اپوزیشن می داشته باشیم. ما میخواهیم صلح در افغانستان باشه. ما نمیخواهیم که ما میفهم، ما همه میدانیم که در بین کسایی که خود انتخاب میکنن به حیث رئیس جمهوری افغانستان امکاناتی از این داره که یک تعداد زیاد از اینا کوالیفای باشن چی افغانستان، ولی آیا زمینه برشان مساعد هست یا نیست؟ این کار بسیار مشکل است که ما ایره تصمیم بگیریم به خاطر از اینکه در اینجا وحدت ملی یا آشتی ملی اول باید برقرار شود. بله. همه مردم افغانستان از نگاه دموکراسی
وقتی که ما دموکراسی واقعی میگیم مفهوم به این است که مردم دولت توسط مردم برای مردم باید باشه. حالا ما میخوایم که تمام مردم افغانستان که در اونجا ما هیچ اصلا موضوع اقوام در اینجا مطرح باید نباشه. وقتی که ما گفتیم تمام مردم افغانستان معنای زیر میته که از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب، همه مردم خرد تا بزرگ باید داخل همین جریانات افغانستان باید باشن. بسیار زیاد تشکر. و یک چیز دیگر هم میخوایم متین صاحب محترم عرض کنم به حضور شما است که همین دولت موقتی هیچ وقت باید خود قانونا هیچ وقت خود باید برای انتخابات آینده آماده نسازن. به این مفهوم است که همین حرکت یا هسته همین حرکت یا کور همین حرکت یا همین گروپی که اینا همین مسئولیت دولت موقتی را به گردن میگیرن، اینا حق انتخابات قطعا ندارن در آینده. این کاملا واضح باید باشه که همه بفهمن که این موضوع کلیر و شفافیت داره. ترین صاحب گل بسیار زیاد تشکر. شما عضو اصلی دیرون جرگه هستین. شما دیدین در دادن قرارداد اما موافقت نامه دیورند شما همراه ما حضور داشتین و از ما یک دوست عزیز و مبارکم هستین و ما به شما تبریک میگم و خداوند شما رو خیر بده. دیگه صحبت دیگه دارین ترین صاحب یا موضوع دیگه بریم؟ ما فقط احترامات قلبی خود برای تمام بینندگان برای خودت تبریک میگم و راستی یک راه معقول و واقعی است که شما گرفتین و ما گرفتیم به اسلام و شما یک جای هستیم در اینجا. ما همیشه در پلیس بودیم، سپورتت کردیم. ما این را کاملا سپورت میکنم. ولی چرا ما حق ما هست، حق مثلا مردم بیچاره افغانستان است که باید برشان پس داده شود. از لطفت باز هم تشکر و شما را و همه دوستا و عزیزای خود و هموطنان خود به خداوند میسپارم. زنده باشین صاحب. کل سلام و احترامات برای همشیری تقدیم میکنین. زنده باشین ترین صاحب گل. زنده باشین. ما یک میخوایم اگر شما مقرری ها را شما پرتین فرزاد جان؟ مقرری ها را اگر پرتین صاحب؟
زولنی کو لرنی کم غلامان نو زمالم پټول جهان کو قسمات دل خانی کو مقبول بنو زولنی کو لرنی کم غلامان نو زمالم پټول جهان کو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو
قولنی کو لرنی کم غلامان نو زمالون پټول جهان کو قسمات دل خانی کو مقبول کو نو قولنی کو لرنی کم غلامان نو زمالون پټول جهان کو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو خوشاله ایا شمع وطن والا چې پښتون په یو سلال سي د پښتون تاریخ روشن کړو موږ به هلته سو خوشاله ایا شمع وطن والا چې پښتون په یو سلال سي د افغان تاریخ روشن کړو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان کړو یو قوت شو بل ملي بیرغ روشن کړو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان کړو یو موټی یو قوت شو بل ملي بیرغ روشن کړو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان کړو یو موټی با عرض احترامات مجدد ما میخواهیم که بخیر امرای افضل لالا صحبت کنیم و کوشش میکنیم کور دلین بیاریم امروز و ما حال تلفن هایتان میگیریم 1.5 ساعت داریم بله دیران جرگه صدیق متین در خدمت آنست امر کنید صاحب بله سلام علیکم آقای متین السلام علیکم بیادر گل امر کنید زنده باشید رفیع لطیف هستم یکی از بیننده ها و شنونده های پروگرام شما زنده باشید و میخواستم چند کلمه در مورد خط دیران و بعض صحبت ها در رابطه با دیگر تلویزیون های مجاب بزنم. خواه یکی از روزا آقای فرید یونس دکتر فرید یونس در مسئله خط دیران یک تبصره کردن که ما رو شنیدم بسیار متاثر شدم. بله از اینکه خط دیران را اونا تشریح کردن که فیصله شده است. بله و ما بسیار ناراحت شدم و خواستم که در این مسئله ما چند کلمه مجاب بزنم. اگر خط دیران فیصله شده می بود چرا یکی از رئیسای جمهور ما که آقای مجددی بود در یک برنامه خود در افغانستان نبودن که گفتن پاکستان از ما تقاضا کردن که خط دیران رو براسنت بشناسیم و آقای مجددی در این مسئله تشریح کردن که نه این حق من نیست یک ملت افغانستان است. بله دوم دیگه اگر خط دیران فیصله شده می بود چرا در افغانستان تا حال جنگ است؟ بله این مسئله بسیار مهم است. دکتر فرید یونس در این مسئله فیصله کردن که نه مدرس خدا بشیم فیصله شد نه این قابل قبول نیست. یک دیگه ای که چرا خط دیران با وجود آمده آقای فرید یونس در این مسئله آیا معلومات دارن؟ یعنی ما کمک معلومات داریم این مسئله که خط دیران وقتی که انگلیسا آزادی افغانستان و آزادی هندوستان دادن در اینجا روس‌ها در شمال پلان داشتن که در خط در آبهای گرم بیارن. بله انگلیس‌ها در این مسئله فکر کردن و یک مساحت را در بین هند برطانوی و افغانستان یک مساحت را آری از قوای مسلح و چیز قرار دادن که این مسئله خط دیران بوده. بله
کنه که اگر این ویسا اگر روسا میخواستین عمله کنه بالای اند یا بین بابایگرم یک جای بسیار وسیع باشه که اونا در زمینی باشن تا این ویسا بتونن خود آماده بسن در مقابل روس. بله. و برای پشتونای ما سواد من و چنانچه در وقتش ما یادم است که افغانستان هم کمک میکردن پشتونای ما را که همیشه از حقوقتان از خاکتان دفاع کنیم. بله. این مسئله دیگر با وجود آمدنش اینه یک مسئله است که این ویسا به خاطر دفاع خود این خاک ما را از ما گرفتن و تا 100 سال ایران کردن که هیچ کس نمیتونه که در اینجا قوای نظامی را بیارن. بله. تا سال 19 بود 92 بود که پاکستانی ها با پلانی که داشتن قوای نظامی خود در خط دیرن آوردن. بله. به خاطر دفاع در مقابل روس ها. بله. آمدیم در مسئله شما تشریح کنیم مسئله نواز شریفه. بله. ما در پاکستان بودیم که نواز شریف در مسئله انتخابات خود تشریح کردن برای مردم پاکستان که دیگه چی کنم. بله. قوای مسلحی چند صد هزار نفری افغانستان از بین بردم. بله. آیا افغانایی رو باید دارن ندارن افغانایی که در پاکستان بودن که نواز شریف در مسئله انتخابات و کمپانی انتخابات خود را اعلان کردن؟ بله. بله. امروز رئیس جمهوری محترم ما میرن در پاکستان و معاهده اقتصادی را امضا میکنن. این قابل قبول نیست. ما باید از مسائل اقتصادی یا همین بند کنره برق کنره باید در مثل قانون افغانستان چیزی که گفته شده باید در داوطلبی بگذارن بین کشورها کدام کشور میتونه بر افغانستان این بند اعمال بکنه و از اون بهره ببره دولت پاکستان و افغانستان. بله. اگر پاکستان در این مسئله برنده شد درست در اینجا آزادی ما هست، حقوق ما هست که ما اینه در منابع بین‌المللی به داوطلبی بگذاریم که کی میتونه با بسیار ارزانترین قیمت و خوبترین کوالیتی یعنی بند اعمال میکنه. بله. مسئله اقتصادیش بسیار مطرح هست داریم مثلا مسئله سیاسیش که ما آزادی داریم در اینجا. ما امروز یک مسئله را شنیدیم در تلویزیون ملی افغانستان یک میز مدوری بود که من بسیار خوش شدم از آقای سعید مسعود که استاد 15 اقتصاد افغانستان در مسئله بسیار روشنی خوب انداخت. در مسئله اقتصاد مسئله خط گیرن سفر رئیس جمهوری ما در پاکستان. من یک افغان میگم که سفر آقای کرزی با پاکستان در این شرایط و گردن با آقای نواز شریف که قبلا اردوی ما را از بند بردن صحیح نیست و باید متوجه باشیم که حقوق و آزادی سیاسی خود ما مطرح باشه که خود ما هر چیزی که خواسته باشیم امور عمل بکنیم و با خود ما حق قدیر داریم که با کی بتیم. اگر اقتصاد در این فصل نمیتونیم رعایت بکنیم این بنده ما میتونیم که با کشورهای دیگه داوطلبانه بگذاریم که کی میتونه از نگاه اقتصادیش اول و از پای کوالیتی که بسازن که چند صد سال یا چند سال را در بند بگیره در بر بگیره که خراب نشه این بند. بالکل بسیار زیاد لطف کردین و در قسمت خط دیران ما مطلقا با شما نواستم خط دیران حق ماست و این باید است که گرفته شد. حتی مرحوم نجیب در این قسمت مجادله کرده و این حق مسلم افغان است که با تصویر معاهده که امضا شده باید مانند آنکان که معاهده امضا شده بود واقعا به افغانستان داده شده بدون قید شرط باید به افغانستان داده شده. زنده باشین صاحب، بسیار زیاد لطف کردین که بعدگاه برادرام وقت تشکر. ما جوابتان میتونم. بسیار لطف کردین صاحب. دیولان جرگه صدیق متین در خدمتتون است. امر کنین صاحب. متین جان چطور هستی؟ السلام علیکم صاحب. بفرمایید اسم مبارکتان صاحب. اینطور است که از عملت مردم میشناسی، کمی فکر کنی کدر جاهل هستی که در دیولان جرگه صدیق متین در خدمتتون است. امر کنین صاحب. صاحب سلام علیکم. السلام علیکم برادر گل. امر کنین صاحب. آقای متین ما گردیزی هستم از دالاس تلفن میکنم. گردیز صاحب احترامات من قبول کنید صاحب. بفرمایید صاحب. لطف میکنید. ما دو خبر شنیدم. یکی آقای مسکینیار در
تلویزیون خود گفتن که درست قبل همطور بود که ما با دیورند موافقه ندارم. بله در حالی که دیورند یک موضوع تاریخی افغانستان و موضوع هست و بود افغانستان است. بله اگر دیورند فیصله نمیشه و او صوبه سرحد که به قهرن غصب شده از افغانستان دوباره به افغانستان یاد نمیشه، افغانستان هرگز دارای راه بحری نمیشه. بله و همچنین افغانستان همیشه دستنگر پاکستان باقی میمانه، گاهی دروازه را بسته میکنه، گاهی باز میکنه. بله به این اساس گفتار آقای مسکینیار که همیشه از سردار محمد داود خان پشتیبانی میکنند بر ضد خواسته های سردار مرحوم امروز به گفتار که میکنند. بله و دوم گپی که در تلویزیون آرانه کابل ما شنیدم که جناب کرزی که به پاکستان رفته بود، آقای زاخیلوار وزیر مالیه که افغانستان هم با ایشان بودند. بله آقای زاخیلوار یک قرارداد را امضا کردن راجع به خط آهن سپین بولدک تا قندهار بله و از پشاور تا به جلال آباد. بله 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 در پالی از او گفتن که یک قرارداد دیگه امضا شده که افغانستان و پاکستان حکومت هر دو کشور مشترکاً سرمایه گذاری بکنن تا بند آب را در بالای دریای کنر اعمار کنند. بله در حالی که تا یک دو ماه پیشتر پاکستان همیشه کنرها را به راکت میزد. بالکل صحیح، این موضوع رو ما ذکر کردم. بله بفرمایید. افغانستان همیشه خاموش بود. بله بعد به حال آقای کرزی من تأسف میکنم به حکومت افغانستان. بله از دیگه طرف که دو ماه پیش رو به راکت ها میزد، امروز برش آقای زاخیلوار نوشته میکنه، امضا میکنه که شما به اینجا سرمایه گذاری بکنن. در کجا؟ در خاک افغانستان، در آب افغانستان، در درخت افغانستان، در دره افغانستان، در توت و کشمش افغانستان بین سرمایه گذاری بکنن. متخصصین روان کنن به نام که او متخصصین مانند ISI خواهد بود، نماینده ISI خواهد بود، نماینده چه خواهد بود که در آینده باعث بدبختی بزرگ دیگر یعنی غصب کردن منطقه کنرها به نام پاکستان خواهد شد. بله من سختاً متأثر هستم و سختاً از آقای زاخیلوار من سوال بسیار جدی میکنم و این گپ خود باید پس بگیره. اگر این معاهده را امضا کرده، دوباره این معاهده را باید آقای کرزی و آقای زاخیلوار رد بکنم. بالکل همین موضوع رو ما تایید میکنم که شما این موضوع رو ما صحبت کردم صاحب سرش. شما را به خدای کریم رحم سپرده. زنده باشید صاحب، لطف کردین صاحب. زنده باشید، ببخشید صاحب. دیوان جرگه صدیق قیمتی خدمت است، بفرمایید صاحب. بله سلام علیکم. السلام علیکم بزرگوار. همین صحبت دو برادر اخیر پیرامون خط تعمیلی دیورند تایید میکنم. دکتر صاحب گل السلام علیکم صاحب، احترامات ما را قبول کنید صاحب. سلام به شما، ما سید خلیل الله شمیان هستم. ما صاحب رویتون میبوسم صاحب، زنده باشین صاحب. خط تعمیلی دیورند را انگلیسا به انتقام او لشکری که در قرن 19 در افغانستان بین کابل و جلال آباد از دست داده بودند و از یک عسکر 40,000 نفری تنها 1 نفر زنده مانده بود، به انتقام امو خجالت تاریخی خود این خط دیورند بالای امیر عبدالرحمن خان به هنگامی که امیر تمام زندان های امیر از بندی های سیاسی پر بود و در بین مملکت نفرت به مقابل از او زیاد بود و او را تهدید کردند که ما اگر این امضا نکنی ما حمله میکنیم و امیر عبدالرحمن خان به این فیصله رسید که اگر اونا حمله کنن مرا مردم پیش از رسیدن انگلیس از سلطنت خود مردم میکشن، لحاظا این را خپ و چپ امضا کرد به تهدید
زیر تهدید و زیر تهدید نظامی که دو فرقه عسکر انگلیس با جنرالایشون در پشاور امر تیارسایی داشتن. بله. خب این چیزها را ما میفهمیم، اما صحبت در اینجاست که کسانی مانند دکتر فرید یونس که او به منطق گپ نمیزنه بلکه شتیات میگه، چبوله میگه، مثلا میگه که من پشتونا را دشمنش نیستم، دشمن پشتونیزم هستم. حالا شما خود فکر کنین که این گپ چی معنا داره؟ پشتون با کلچر خود که همی پشتونیزم از زندگی میکنه. پشتونیزم جز کلچر، یعنی کلچر امو اساسی پشتونیزم است، هم پشتون ولی است و اینمی مدعیت، اینمی ادعای خط تعمیلی دیوران یکی از او مدعیات پشتون است و ایره او رد میکنه. آقای فرید یونس گپ با منطق هیچ نمیزنه، بلکه امروز یک صحبت داشت، اونقدر عصبی شده بود، دو میزد، دشنام میداد مردم سفید و محترم را و از راه یک تلویزیون برش یک برنامه دادن و شتیات میگوه. بله. ما مردم پابند آزاد ساختن و شکستاندن خط تعمیلی دیورند هستیم. ما مردم خط دیورند را یک خط تعمیلی میدانیم. ملت افغان این خط را نپذیرفته، حکومت های افغانستان این خط را نپذیرفته و قراردادهایی که حکومت کرزی از ناتوانی با پاکستان انعقاد میکنه، این قراردادها یقینا متعاقبا در حکومت آینده فسخ شد. پیشنهاد پاکستان راجع به بند آبی در کنر، بالای دریای کنر، یک پیشنهاد سیاسی و خائنانه است. بله. و حکومت افغانستان هرگز نباید پاکستان اجازه بده که در منطقه کنر، جایی که اونا هر روز راکت میزنن، در اونجا بند بسازه که او بند طور میسازه که همه آبم به طرف پاکستان بره. بله. و کیلووات برقشان به پاکستان بره. بله. بله. ما فقط به حیث یک افغان تعهد خود را برای شکستاندن خط تعمیلی دیوران به شما ابراز میکنم و هر کسی که، هر افغانی که، هر مسلمانی که به این خط تعمیلی دیوران عقیده ندارن و به ضد از اوستن و برای شکستاندن از او استاد هستن، ما با اونا هستم. آفرینشان، اونا افغان هستن، مسلمان هستن، شیر پاک مادر افغان خود خوردن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زنده باشین صاحب، زنده باشین. دکتر صاحب، دائم از مهربانی های شما ما مختیم. کتابی که شما نوشته کردین، از کتابتان ما استفاده میکنیم و تمام افغانای عزیز خود ما برشان میگم که باید او کتاب را که دکتر صاحب هاشمیان نوشته کردن و کتاب شما بخرین و او را مطالعه کنین. بسیار کتاب گرانبهاست و خداوند جل جلاله دکتر صاحب هاشمیان خیر بده که در این را بسیار زحمات زیاد تعمیل شدن و اونا با ما دائم مهربانی و لطف کردن. ما از دکتر صاحب قلبا تشکر میکنم. خداوند شما را خیر بده، صحت کامل بده. ما میریم به یک اعلان تجارتی، آل صرف ما تلفن‌های شما را میگیریم. خوارا و برادرای عزیز، بعد از اعلان تجارتی پس ما میایم 1.5 ساعت به اصطلاح کل تلفن‌های شما را ما میگیرم.